سلام بچه ها، به پیج ایزی لرن خوش اومدید. امروز قراره آموزش دانلود از گوگل پلی برای مواقعی که ارور این مورد در کشور شما قابل دسترسی نیست رو قرار بدیم. برای این کار اول وارد بخش تنظیمات میشیم و بعد وارد قسمت برنامه ها و بعد فروشگاه گوگل پلی رو پیدا میکنیم و بعد برای اینکه ارور رفع بشه بعد پاکسازی همه داده ها رو بزنیم و قبل از اینکه بخوایم وارد برنامه بشیم باید حتما یه فیلتر شکنی رو وصل کنیم. منتظرم که وصل شه. وصل شد و حالا وارد برنامه میشیم. همونطور که میبینید بعضی بازی ها مثل کلش رویال که برای کشور ما دسترسی ندارن در این منو مشاهده میشه و بازی هایی مثل پابجی، کال آف دیوتی و بقیه بازی ها. حالا اینجا میبینید که کال آف دیوتی اومده ولی چون روی گوشی من نصبه پابجی رو سرچ میکنیم که نصب نیست. همونطور که میبینید در اول این صفحه پابجی اصلی اومد ولی شما هر وقت بدون فیلتر شکن و بدون این آموزش سرچ کنین هیچ وقت پابجی رو نمیاره. الان که آورد روی گزینه نصب میزنیم و بعد جزئیات حساب رو میخوام. روی ادامه میزنیم، رد شدن و شروع به دانلود میکنیم. اما برای اینکه فیلتر شکن وصله و باعث کاهش سرعت اینترنت میشه فیلتر شکن رو قطع میکنیم و اینکه بدون فیلتر شکن هم این بازی دانلود میشه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. حتما پیج ما و چنل ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و حتما لایک کنید و کامنت برامون بذارید. با آرزوی موفقیت.